ساکنان دهه ارتیق جمعیفی جماعت دهات نوآباد با مقصد گذاشتهشان در سمت اسفالتپوش نمودن راه سربلندانه نوئل گشتند. اهالی دوام 10 روز به حشر دست جمعی برآمده 3 کیلومتر مسیر نقلگردی بین دهوی را پورا و با صفت بلند منفرش نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. ساکنان از این اقدام روح بلند گرده قید کردند که برای باز هم آباد زیبا گرداندن محل زیست خویش کوشش به خرج می‌دهند. در دهه ارتیق جمعیفی جماعت نوآباد شهر ترسونزاده 3 کیلومتر راه را اسفالت پوش کرده ایستاده‌ایم. یک هفته می شود که با حشر دست جمعانه اهالی در آبادی و رشد محلی خود سهم می‌گذاریم. در راه اندازی این اقدام نیک حصه جوانمردان سال تولدشان 1983 بزرگ است. با رهبری رئیس محله اسفالت پوش کردن راه را دوام داده ایستاده‌ایم. باید تذکر داد که در شهر ترسونزاده بنیاد انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمت‌رسانی، تعمیر و برقرارسازی راه‌های نقلاتگرد، نصب سیمچوب‌های نو و دیگر کارهای سازنده به حکم عنعنه درآمده است. امروزها مشاهده می‌گردد که در تمام گوشه و کنار شهر کارهای سازنده با سطح تازه می‌گیرد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عمل‌های نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. امسال اسفالت پوش کردن راه را به اتمام رسانیم. سال آینده مکتب را از نوسازی میکنیم. راه سمت مکتب و دیگر کوچه ها را نیز اسفالت پوش کردنیم. این همه با شرافت تینجو و آسودگی تاجیکستان است. به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان منتداری بیان میکنیم، زیرا کشورمان تینجو آرام میباشد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و اهالی جماعت دهات نوآباد در آینده مقصد دارند که در دیگر دهه‌ها نیز راه‌های نقلاتگرد را پورا اسفالت پوش نمایند.